سنتلا سنتلا اینجا بیا بچم انا ماشین چا لبه چا گوش که سنتلا جو بچم اینه یه 120 ما بگی اینه مگزمی پیش خونه یک تا 5 لیتر روغن بیا که عبید اگان کچکنه بخریم روغن بیارم؟ ماشین چا خطی برم؟ مال کورکا تا پوش که خنگ نخری بخیر میپشم من ابا ازداشته اجه بچه که بگیریم و چا؟ مایل کورکا ما پشتم برم چاو کی روغن بخواه چاو کی روغن بخواه ای روغن تون چاست مکن؟ ایو 119 سامون 80 دیرم 119 سامون 80 دیرم 80 دیرم بله مای نکن 120 سامون شما 20 دیرم زده چی میشه در جای زده چی یازیواشکی نو پگدی چی یازیواشکی نو پگدی نو پگدی او نو پگدی ما تو دا گودا که ما دا جوچکای نو پگدی میتی روی چی او بگی ما دا جوچکای ترمیناتور بتی دی نه معلم جهانجول فایکو سوروب هم خیلی جنگم کات کی برای نمی یا نمی چیرا پراخ شما برداشتن ایو برای چی جنگ کنه که آخه تو آینده بسوا چاب بخون آدمی ایروی تو فخر کنه که اگه کار کلانشمنده میشه فخر کنیم که هم کورسی ما مثال خونده بسوا چی داره نه ما فهمیدم خیلی چی ما را جنگ میکنه تو جنگ نمیکنه منیجر جنگ نمیکنه خیلی ما سوا داریم ما میخونیم دیدی آخه 5 دیدی ها سعدی چند گرفتی تو 5 اکای سنت چی ما 3 ما 5 گرفتم دا تو چه قصه گرفتی تو 3 گرفتم آخه پول داشتی که میداری 5 میگرفتی با همه دی 5 هم این برم گیش نگیدم 3 گرفتم که باقی مونداش درگان چی بخرم آخه مردن الله بار مردن ات ایزانو میکشی جیان پوچه شکستگی در همون خونه خواه درجت سانتیخنیکی داری ای و نمیداری خیلی چیکار کنم زنک آخه پیش کی برم آخه ما هم رفتم دیدم سنجیدم همه کار کردیم ای دست اومده که کردیم نکی سوز نشده چیکار کنم شب میگه چیکار کنم اونا پیش پروفسور برشه پیش سعدی اونا همه چی نمیدونه میفهمه یکی هوای در چمی و آخه پیش کی گفتی؟ پیش سعدی پروفسور برشه ای سعدی اسماعیلویچ ها؟ نکی راست میگوی زنک هزار رحمت برم آیا نمه همو یک مسئله همو سعدی را ببینم ای تو که مطرح بفهمون مرده که اوفه رفیق پروفسور سلام علیکم سلام علیکم سازی سلامتی خوبه همه نازه رحمت کابینت تون دور اومدم که نیفتم تون تینجه کجا رفتین روز دیگه وقت عبید چیده که برام یا عبید کنم با بیام بهترین رفیق پروفسور اگه یک خویش مرحبا همین روز دیگه همین یک جیانم دین روز همین بالای درخت بر اومده غلطیده همین لینگش همین پوش این دو جا شکسته همه را گفتم چی توصیه میتین شما جان شما بالای درخت برو نه ای بالای درخت غلطیده دو جای پوش شکسته دو جای پوش شکسته اما جان جای غلطیدگیش میدونه نه که شما چی توصیه میتین آخه توصیه من اینه که برای جان تا بگو که دیگه بالای همون درخت نرویا معنا کی خورده این تخمی مرغا کی خورده تخمی مرا کی خورد تو خوردی؟ چی نخوردی تخمی مرا کنی اوچم کو تو خوردی تخما اگه ما چی میخیرم آقی ساری اوچم خورده تو خوردی؟ که خوردی؟ چی نخوردی؟ برای چی خوردی آقی؟ بیشتم تو آقی با من چی میخیرم آقی نه دیگه این تخم نمیکنه بشه یک تا میکنن تا 2 هفته یک تا میکنه یه خروزه چیه برا که بپر برا اوچم کو بزرده؟ نه خیره خونی بابا در خون بابا کی رفته؟ کی میاد؟ نمیازی بگو بیا آخی در آقت کی رفته؟ خیلی سوکا؟ خود خوردی؟ چی خوردی؟ تو خوردی؟ چند تا خوردی؟ یک تا خوردی اینی مرا تو خوردی آقی ایره کی دو؟ ایره کی دو؟ کی گرفتی را؟ یه عروسه گرفتی؟
زور گرفتی نیکی ها کوب مولو چی خیلی بشه این خرگوش بوده ها زور بوده نیکی این خرگوش بوده یا هم خرگوش رو برام میگم چی بودی ما کنی که اوچان گفتی خانم مامام رفته که بیا خونه ده هیچ که نیسته زنش چی؟ زن با خونی اوچاش روی کدگیو اوچاش روی کدگی وایو یکی نیو یا بو ایت چومی که وای ایروز نمیبیا پاگا ببیا وایو رفته پیش تو دست با کام رفته فیس کن الله tak جوی اوتام نزدی شا نیرفتمش این اوتام کو اون اومده ساقت کیه یا زنگ که خدی بیس یکی وای مرا بینه میگریدم رفتا نه رفتا که بی و یا زنگ که دیگه خطه اوتام بول بیم نگاه که چه خیلی میگی او چما دور دیده این خواشه میکلوزی بیسک ما براو جون علی خونه ما مرحمت تو سر ده اختیاری تو بیا تکی در خونه ما چیکار میکنی تکی ایتلای چی؟ هیچی اوتا ما بجا شده وی علامت را گاو میزنم کو حالی گاو میزنم کو گوش برات هم تلای اوتا ای بجا شده ما حالا چما گاو میزنم اسفندیار؟ ای بجا شده اسفندیار؟ ای بجا شده در موجه تلای اوتا ای بجا شده اسفندیار برو قپی دبی رحمت یکیم اکی یگی را بوزی کدا انا باشه جونی ما ای پنج اسمه را بگیرو او چه دا گاب نزن براک قفای بوزید براک این خام کوتا بی سختی بودی کی نگیم ختم بی چی با؟ دیگه همیشه اوچم منه که بگونه کدی بود یا ساتسما داد